آقای رحیمی، توبه تو مجازات هم تاثیر داره؟ بله، توبه متهم در برخی جرائم دارای مجازات حد با داشتن دو تا شرط که براتون توی کپشن می‌نویسمش، مجازات اون فرد به صورت کلی از بین میره و در برخی حدود دیگه هیچ تأثیری نداره. اما در تعزیرات درجه 6، 7 و 8 باعث از بین رفتن مجازات و در سایر تعزیرات میتواند از جهات تخفیف باشه، یعنی دادگاه مخیره برای اینکه به شما تخفیف بده یا نده. اما توجه داشته باشید، اگر توبه مرتکب به صورت ظاهری باشه و برای دادگاه محرز بشه که به صورت ظاهری توبه کرده، برای فرار از مجازات بوده، در جرائمی که مجازات اونها حد هست اجرای حد الهی و در سایر تعزیرات به حد اکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.